همزمان که همه نشریات دنیا در حال پیشبینی عاقبت خامنه‌ای هستن، ترامپ برای ناوگان جنگی که داره به سمت ایران میفرسته از لغت آرمادا استفاده میکنه که حتی برای خود آمریکایی‌ها هم عجیبه، چون یه لغت انگلیسی نیست. این لغت اشاره به ناوگان اسپانیا در قرن 15 داره که برای نابودی امپراتوری انگلستان فرستاده شد. یادمون نره انگلستان تنها کشور اروپایی در حال حاضر که سپاه رو به عنوان یک سازمان تروریستی نشناخته. انگلستان تنها کشور غربیه که تظاهرات پادشاهی خواها رو سرکوب کرده و ایرانی‌ها رو دستگیر کرده. نقش BBC و انگلستان در انقلاب 57 و روی کار اومدن آخوندها از لحاظ تاریخی یه موضوع ثابت شده است. وقتی ترامپ میگه آرمادا رو ارسال میکنم، یعنی دارم این ناوگان رو ارسال میکنم برای جنگ، نه برای قرارداد و نه برای صلح. اما این بار یک سلاحی رو آمریکا میخواد استفاده بکنه که در ونزوئلا هم استفاده کرده و ترامپ به صورت زنده دیده که این سلاح چطور استفاده شده و حتی خودش هم ازش تعجب کرده. خبرنگار ازش میپرسه این سلاح عجیبی که آمریکا استفاده کرده توی ونزوئلا چیه، که میگن آدم‌ها رو هم متوقف کرده. آدم‌ها، نه فقط تجهیزات. ترامپ میگه سریه نمیتونم بگم، فقط اینو بگم که یه لحظه همه چیز متوقف شد. It discombobulated everything. اما اگه برگردیم به یه سال قبل و مصاحبه مدیرعامل شرکت نظامی اندریل یعنی پالمر لاکی رو ببینیم، اونجا میگه که آمریکا سلاحی داره که میتونه آدم‌ها رو به صورت موقت کور کنه. United States has weapons that are designed to temporarily blind people as well. تصویری که از لحظه دستگیری مادورو وجود داره همون تصویریه که چشماش بسته است و یک نفر زیر بغلش رو گرفته که بتونه وایسه. به نظر میرسه که مادورو در اون لحظه بینایی نداره و این همون سلاحیه که آمریکا در دستگیری سران کشورها میخواد استفاده بکنه و همه آدم‌هایی که در اون منطقه هستن رو عملاً از کار بندازه. علت اینکه خامنه‌ای زیر زمین قایم میشه این نیست که فقط میخواد کشته نشه. علتش اینه که میخواد زنده دستگیر نشه. و بعضی از تحلیلگرا در این مورد میگن که خامنه‌ای سناریویی شبیه به سناریوی هیتلر رو برای خودش آماده کرده که اگر فهمید که جانش در خطره و دیگه راه فراری نداره بتونه خودش رو بکشه.